دیگه واقعا یوتیوب به جایی رسیده که من دیگه نه خورد و خوراک دارم، خواب دارم. حقیقتا قرار بود پارت یکی جی تی ای رو براتون بذارم که وقتی که ساعت 2 شب شروع به رکورد کردم، بله ساعت 2 شب اومدم شروع کردم به رکورد کردن گرفتن ویدیو، ساعت 4 و نیم صبح طول کشید حقیقتا. و پارت اولش رو گرفتم خوابیدم 4 و نیم که خوابیدم 9 و نیم پا شدم صبح شروع کردم که بخوام ادیت بزنم، دیدم فقط تصویر خودم. سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خیلی خیلی زیاد خوش اومدید به پارت اول جی تی ای وی با دوبله فارسی. تشکر میکنم از سایت که این بازی رو دوبله کردن، یعنی گیم داب. توی دیسکریپشن سایتشون هست، حتما سر بزنید. برای خرید این بازی میتونید به این سایت مراجعه کنید و بازی رو بخرید و با بهترین کیفیت بازی رو انجام بدید. امیدوارم این ویدیو لذت ببرید. اگه دوست داشتید حتما بگید، پارت های بعدش هم ادامه میدم. بدون معطلی بزنید بریم سراغ ویدیو. اوکی، بازی از اینجا شروع میشه. همگی آروم باشید، اینجوری کسی تیپ نمیبینه. بادو درو وا کن وگرنه میکشمش. بادو زود باش. واقعا دوبله حالیه، یعنی واقعا. خیلی خوب، خفه شو دست و پشت سر پیرمرد. خواهش میکنم بهمون رحم کنید. فکرش هم نکنید. چشم الان میرم. خدای من. برو تو ببینم. خیلی خوب، واقعا خیلی هایپم واسه بازی کردن. البته اینا رو نفرستی میگم خودتو هوا. بازی کردم توجه کنید. و گم شدون تو، زود باشی. خاطر همین عجله میدونم کن. اینجا چی میشه چی جوریه. من که این بازی 11 بار تموم کردم، حالا میشه 12مین بار. بمبار کاشتم. ولی زنگ بزن. یکی از با ارزش ترین الان تموم زنگ کردن زد. بازی هست، چون در کنار شما دیگه حرف میزنم. ببخشید. بریم سراغ پولا. آهسته و پیوسته تی، آهسته و پیوسته. این پول برای هممون بسه. بستگی داره چطور بهش نگاه کنی. یه لحظه. خیلی خوب، بیا تسلیم شده همت. قیافتا دیگه هم یادم میمونه. در روز 1000 تا چیز یادت میره، چطور اینم یادت بره. یادش نمیره، الان میمیره. 1 2 بنگ. لعنتی، این یادش نیازی به این کار نمیره. نبود. کلا هرچی هم یادش بود پرید. برای عزاداری به اندازه کافی وقت هست. بجو. بودو دیگه. یه کاور ناز. برو. میرم بمبو بزنم. میذارمشون 4 ثانیه. بهتره سنگر بگیری. بله چش. بام. او لعنتی، شنیدید؟ آژیر پلیسه. بریم بکش. تی بیا در باز کن. ای چی لعنتی، چیه؟ این اینا اسمش دیگه ترور کیه؟ نیست. پلیس چی محلی؟ قرار نبود اینجوری بشه. همیشه قرار همین نبود، ولی بساطه. اینجوری دست به نمیشه جا دیگه. کنید. بیای فرار کنید، ما داریم میای. چقدر زیادن اینا. الو اوی. نباید میومدی. یکی 2 تا 3 تا. از اینجا برید. بیا بالا دیگه. 4 تا بمیر دیگه. ای آشغال. کدوم آدم عوضی به شما زنگ زده؟ باید همینطوری بریم بیشوره جلو. زنگ زده. احمق بازی در نیارید. خیلی خوب، باید برید. بیای. شعور نداره. واقعا شغل یکی بدی رو انتخاب کردی. کل پلیسای شهر ریختن اینجا. بیا جلو. این افتضاح من اوضاع به هم ریخت. بجنبید، برید. اولی جیزز. آگاده نشم بهتون نگفتن ممکنه بچه‌هاتون یتیم شن؟ میگه موقعی که قرار بود بیاید تو این کار نمیدونست بچه‌هاتون قرار بود یتیم شن. خیلی هم عالی. شما فقط یه مش احمقی. اوکی ایزی. بشین بریم تمام شد. بشین بریم.
چرا انقدر لفتش دادی؟ اون دهن تو ببند و رانندگی تو بکن. دیدی چیکار کردم؟ دختر رو با واقعا سوراخ دوبلا انداختم. عالیه، رو دست این دوبلا پیدا نمی‌کنید. کشیمون کله گنده. واقعا عالیه دوبلا. مثل اینکه ولکن نیستن. برو ای لعنتی. هی مواظب باشین، اونا میخوان. ای وای، اونا میخوان بکشنمون که مردیم. عجب سیریش چیه؟ برو بر دست لعنت. آره پسر، خودشه. آره. بریم پیش بازگر. هلیکوپتر؟ واقعا؟ اگه سری بریم میتونیم از قطار رد شیم. خب داریم میریم دیگه. مامورا دارم میام سمتمون. آروم باش، هنوز ما رو نشناختن. 100%. من تا با چشای خودم نبینم باورم نمیشه. لعنتی جاده بسته است. به پیش راست، باید از قطار رد شیم. عمرم بنگ. شما خوبید؟ لعنتی. بیاید ماشین رو ول کنید. از این طرف میریم سمت بالگر. نه هی، طبق نقشه پیش میریم. گفتم طبق نقشه. بیاید. پس این بالگرد کدوم گوریه؟ لعنتی من میرم اون پشت رو ببینم. لعنتی فدرال فرار کن. لامون دادم. خیلی خوب برم، ما اینجاییم، نگران نباش. چی باید بریم؟ بیا. خدایا چی باید بریم؟ تنهات نمیذارم مایکی. من زنده نمیمونم، خونریزی دارم. برو. من معمولا پلیسا اینجا رو نمیزنم، ولی اگه بخوام بزنم میزنم. زدنشون راحته، کاری نداره. ولی من یه راه بلدم، اینو همینجوری میگیری در میری. ایزی. ما واسه چی وایسی یه ساعت پلیسا رو بزنیم؟ هی تو بایستا. اون بازگرد لعنتی کجاست؟ باید نمیتونم درباره چی. بیا جلو مثل سگ میکشمش. خدایا کمکم کنی. برید بازی تازه شروع شد پسر. برگام تازه شروع شد. اون شاید شوهر خوبی نبوده باشه، یا حتی یه شهروند خوب، حتی مثل یک قهرمانم نمرد، اما اون یه انسان بود. پیامبر ما به همراه 2 دزد به صلیب کشیده شد. پس شاید نباید قضاوت کنیم. ما در گناه زاده میشویم و در گناه میمیریم. بله 100%. و او مایکل فرقی با دیگران یکی از حق ترین حرفایی بود که شنیدم. خداوندا، ما از اسرار بیکران تو ناگاهیم، اما میدانیم که گناه بندگانت را خواهی بخشید. و جی تی ای وی بازی تازه الان شروع شد. خیلی عالی. یه تبلیغ کوچولو ببینیم بعد. Hey, rubber band honeys and shit keep on coming. I'm thumb. Move like a mummy, the drug got him slumped. اوکی. پسر جیمز بچه خوبیه. بچه خوبیه؟ بچه خوبیه؟ چرا؟ مگه به فقرا کمک میکنه؟ نه، کل روز میشینه یه جا، همش علاف اون بازی مسخره رو میره. اگه این یعنی خوب بودن، تعجبی نداره کشور به فنا رفته. درباره خودت چی؟ من چی؟ هی، من امکانات اون بچه رو نداشتم. وقتی هم سن اون بودم افتادم زندون 2 بار. برگم بانک میزدم، چه عیاشی میکردم، قاچاق مواد. و تو اینا رو موفقیت خاطرات اینا داغونی فرصتایی داره. بود که داشتم، حداقل ازشون استفاده کردم.
و این فرصت ها تو رو به کجا رسوندن؟ اینجا رسون به این خراب شده ته خط با یه خونه بزرگ و 2 تا بچه بی مصرف مجبورم با تو حرف بزنم چون برای کسی مهم نیست مردشور این زندگی رویایی رو ببرم که انقدر خر تو خره. خودتو قشنگ خالی کن. فکر کنم کردم. اوه انگار وقتمون برای امروز تمومه. هفته بعد همین موقع. بله بگمونم گفته باشم دوکی فکر نکنم جواب بده. روانشناس این یارو پس. حس پوچی مفرط بخش حیاتی درمان تمایی که میگم روانشناس. قبولش کن. هرچی تو بگی دوکی. دوبله شده توسط گیم دام. حالا که الان این گفته شد من بازم یه چیزی بگم. حتما برای خرید بازی به صورت قانونی به این سایت مراجعه کنید که لینکش توی دیسکریپشنه و قیمت بازی هم واسه یه دونه اکانت 140,000 تومان که قیمتی نیست واقعا و خیلی واقعا دوبله‌هاش جذابه و خیلی باحاله. یعنی بعد از 13 سال نه بعد از 13 سال که بعد 11 سال بعد 11 سال این بازی دوبله شد و واقعا هم خیلی عالیه دیگه. حتما به لینک زیر یعنی لینک توی دیسکریپشن مراجعه کنید. تقدیم به فارسی زبانان جهان. حالتو خوب میفهمم. باید یه جایی همین اطراف باشه. نه بابا تنهایی فکر کردی؟ اوه مایکل یکی لامار. از دسته گلای جناب نه میگم مایکل فرانکلین و لامار بخش. هی داداش ببخشید داداش. میشه بگی مجتمع برتورت کجاست؟ نه داداش نمیتونم. پسر میشه بیا؟ راستش چرا؟ اون خونه هست اونجا پله های زرد داره. ایوه چشای تیزی داری ممنون. میشه یکم آدم باشی؟ ها؟ اگه صاحبشو بشناسه چی؟ اصلا اگه میخوای بیا تو آسمون یه بنر گنده بزنیم که 2 تا سیاه میخوان ماشین بدوزن تا همه بفهمن. 2 تا ما زیاد. دزدی نمی‌کنیم فقط پسش میگیریم این کار قانونیه. قانونی؟ اوه آره یادم رفته بود جدیدن دزدی قانونی شده. از دست این تو بودی که پیله کردی که این کار انجام بدیم مگر نه من خودم هیچ مشکلی نداشتم وضعم هم خیلی خوب بود. خوب بود؟ با چی؟ با مواد فروشی و لات بازی؟ آره جونم اصلا هرچی تو بگی. گم شو تو کم حرف بزن بابا. خودت گم شو مانگول همش میخواد رئیس بازی در بیاره. عاشقتونه. چرا آخه آروم بر را بریم واقعا؟ آخه چی کسی باید کاری خیلی مایه دار باشه. من 10 20 30 40 هنوز 50 هم بهمون 60 بدهی 90 داره. 100 من با این میام. اینطوری ها؟ واسه من شاخ میشی؟ وای عجب چیزیه داداش. این لامصب هر چی بگی داره سیاحت سقف متحده. سیاه باید نقد خیلی خوبه. میخری. برای خرید اینا کلی پول داده ولی الان افتاد دست ما. آره میخوام بله. ببینم چند تا میره. ای منو بذار رو اسپیکر. اینطوریه؟ خیلی خوب. اوش کپی رایت میخوریم. موزیکاش هم ایرانیه اینم بگم و سری بله. خب نگران نباش داداش من جلوتم به خاطر جنابالی باید آروم و یواش برم. یادت باشه باید مراقب اینا باشیم وگرنه سیمیان بازم بهمون پولی نمیده ها. ای داداش اگه نمی‌شه دنبال سیمیان. پولی با جیبی جورت میکنه. اون کارشو بلده. وای مادر آخ که با تانیا بشینن دوتا این مواد بکشن. بی خیال مرد. ای ما نون حلال در میاریم. باید عاشق اول ماشینا رو NPC های تست کنیم بازی. بعد تحویل بدیم.
تو به گرد پام هم نمیرسی. او داداش مشخصه بابا. چی میگن آودی سوار شدی یا بریم راست. شنیدم چی گفتی؟ الان میزنه به یکی از اینا ای به پیش سمت راست. نه. باشه هرچی تو بگی. بیا یکم به این فیلمسازا رانندگی یاد بدی. اوه اینجا فیلم برداری. اوخ من زدمش وای تو فقط ادعا. اوی اوی اوی. فقط ادعا. اوکی دارم پا به پات بیام داداش. ببخشید بیا. آره تو راست میگی باشه. آی اینجوری وای نکن داداش ماشین رو خط انداختی. مگه کوری؟ آره کورم اسکل زود باش فرانک. باش بیخیال مرد. وحشیت جا باز کن داداش یکم فضا بده من بیام. ای غذا میخوای؟ خب یکم اون چربیاتو آب کن. داداش یه دقیقه وایسا ما برسیم یکم رانندگی یاد بگیر مونگول. آره بابا باشه. چه خون سرده من جد ای به مایکل پیش سمت بودم یه راست. تیر خالی میکردم مثلا چشم. من چی اشی هم میگه چپ از محبت پارکینگ. باشه بزن بریم. گاز بده سیاه. باشه دارم میام. دیش ای برو دیگه اه ماشین داغون از جاده چرا زدی بیرون داداش؟ وای میسر یکم ترافیک خیابونا کمتر شه خب. اصلا مهم نیست. همین که پوزه تو رو مالیدم به خاک بستم. برو بابا این جوکار از کجا یاد میگیری جون من؟ لعنتی. خدای من پلیسا. حال جیزز آروم من باش. آره سندشون پیش ماست. از خودت همه اینا رو بهشون توضیح بده. من تو بانگا میبینمت. توضیح آه نداری. بگرد تا بگردیم یعنی بچرخ تا بچرخیم عالی بیا میزنم کنار نه بیا تا بزنم کنار بیا خودتون خواستید بابا نمیخوام اون رو که نه اون خوی وحشیگریمو ببینید ولی من که به هر حال باید بیام این تو اوکی نه من میمانم اینجور ببخشید خب بچه‌ها خراب کردیم و نباید میرفتم اونجا پسر برای کن. با کی میگه نکن عوضی عشقو اوخ پلیس بابا جمع کنید دیگه خاک تو سرت یعنی یه دقیقه اومدیم رانندگی کنیم ما همه اومدن چپیدن جلو ما نذارت بگم چیکار دارم میکنم حواست جمع کن ما این تو به همین شکل و سادگی و راحتی همینجا وای میستیم تمام شده مگه خیلی عالی تو نجات پرستی. من ازت خوشم نمیاد. وای این کیه ماشینا بهت نمیفروشم. اوه نمی‌فروشم. پسر داری مایکل حالمو به هم میزنی. همتون مثل همید. این نجات پرست بهم توهین کرد. ببینم تو چی گفتی؟ به کی گفتی سیاه؟ نه من به کسی نگفتم سیاه. ببینم الان چی گفتی؟ منظور ما همون کلمه است. من هیچ وقت همچی چیزی به زبون نمیارم. از این به بعد بهتر مؤدب باشی چون این کسی که اینجاست یه تاجر با کلاس بین المللیه میفهمی؟ از معرفی خوبت سپاسگزارم. ولی آره شاید نجات پرست نباشه. بله ولی مطمئنم برای رانندگی با این ماشین به اندازه کافی مرد نشده. نه اینطور نیست. این بابایی که اینجاست این بهش یه هایبرد بده همون به دردش میخوره.
حق با تو لامار. برا تخفیف میزنم. میدونم مشکل شما پوله. مشکل من پول نیست. این بهترین بخششه. ببین الان چه جوری برای بدبخت بالا من باید برم. ای سیمیا خدا من بهت رفتم. بای بهت بای. زنگ میزنم داداش. بهترین بخششه مرد. خب جیمی مطمئنی مرد شدی؟ پس بشین پشت فرمونا نشونم بده. چطوره ما بریم داداش ها؟ آهنگ بهزاد لیتو باشه الان کپی رایت اینو برام پول میخوریم. خورده مرد. آخه با این چند دقیقه چطوری برم مخ بزنم ها؟ داری چی داری حرف میزنی؟ ببین عمه دیزی خیلی خوبه. بعد جوری تو کفشم خیلی وقته. تو حتی اسمشم درست بلد نیستی. ایه خجالت نکش بفرما من بکش. میشه درست بلد نیستی. اما یه لحظه فکر کردم یه چی دیگه میخواد نه، بگه. اون خیلی جذابه. اوکی جذاب؟ تو یا جذاب ندیدی یا معنی کلمه جذاب رو نمیدونی؟ بی خیال مردم خیلی گنگش بالاست. من این مدلی میپسند. پس این زنه که تو خونه فرانکلینه عمشه. آدم نمیشه. ببینم منو دعوت نمیکنی خونتون؟ بس دیگه برو گم شو بعدم میبینمت. اینقدر به خاطر خوشگلیم به مسعودی نکن. به جاش برو یه سلمونی یه مدل مویی بذار بتونی باهاش 4 تا مخ بزنی. یا بهتر شایدم تونستی با مدل موی جدیدت یه کاری بکنی که تانیشا بی خیال اون آقا دکتر بشه و برگرده پیش تو سیاه. چی؟ خیلی خوبه بزن. خدا شفاعت بده. خیلی خوبه. عزیزم به من داری میگی؟ اوه اومدش. ما با هم زندگی میکنیم و اصلا درست نیست. گم شو از اینجا برو بیرون. باش عزیزم همونجا میبینمت. شنیدی؟ پشت تلفن بودم پسر. گوش وای نستا مفخور لعنتی. آی حواست جمع کنم. وای کپی رایت سلام میخوریم. آخ 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 خلصه داره میخونه کپی رایت الان میخوریم. چنلمون بسته میشه. باشه کپی رایت نخورده باشیم درود بفرست. خب الان میدونستم. براکله ای چه خبر؟ بازار پسرم. نقد کردن پل سخت شده. بیا اینجا تا یه لیست بازپسگیری جدید بهت بدم. گرفتم. چطور داری؟ ها چطور داری؟ بدون اصلا به پوز پولو نمیدم ولی خوبه وضع مالی. خب خدای من. اوه خدای تو. بابا پیرن صورتی. خوش اومدی پسرم خوش اومدی. بیا بغلم. گوش کن مرد. ما الان چند ماهی میشه که داریم با هم کار میکنیم درسته؟ به خاطر همین خیلی مفتخرم که بهت اعلام کنم که تو کارمند ماه شدی. تبریک میگم. انتخاب برنده آسون نبود. کی من؟ پس لامارو برادرزادت ساشا چی؟ ببین مرد این باعث افتخارمه ولی وقتیشه به زندگیم سر و سامون بدم. انگار هر چی تو این کار تلاش میکنم به هیچ جا نمیرسم. گوش کن پسرم. تو فقط بگو دقیقا چی میخوای تا منم بهت بگم. متاسفم و کاری از دستم بر نمیاد. چی؟ پسرم مسخره. امروز یه وسیله رو پس میگیریم که یه احمق به قیمت گزافی اونو خریده. فهمیدی؟ این کارو بکن. فردا تو بساز. من هیچ وقت یه پسر سیاه نداشتم. اوی ولی اگه داشتم میخواستم مثل تو باشه. تق سیاه. چه خبر سلام سیمیان؟ مامان. چطوری داداش؟ تو چطوری؟ چه خبر؟ نگاه کن فرانکلین ما برنده کارمند ماه شده. داری مسخره میکنی ها؟ ببین جفتمون مسخره شدیم خب؟ نه تو رو خدا بی خیال مرد. بعد از اون همه خرمالی که واسط کردن؟ گوره بابا این تابلوه مرد.
من داشتم میگفتم که منظورت چیه گوره بابای این تابلو مرد ها؟ وقتی صحبت برد باشه من اونو میخوام. برام مهم نیست چی میشه. میفهمید چی میگم؟ من کم نمیارم. من کلینتون. تا تهش میرم. اگه شاخ بشی شاخ میشم. وقتی روی این تخت اسم مینویسن میخوام اسم منم اون بالا باشه. تازه کنارشم بنویسن برنده. ماه بعد ها؟ ببینم یعنی چی ماه بعد؟ چرا امروز نمیشه؟ آی. من تجدید نظر میخوام. امروز باید بری دنبال یه موتور. هیچ پرداختی هم نداشته. یه پسر از اهل وسپیوچی. اسمش هم استیوان هیمنزه. گنگستر که نیست. راستش موقع خرید موتور ازش نپرسیدم. آقای کارمند ما تشریف نمیاری؟ بله این چشم. خلو چرا شروع کرد؟ قشنگ داری یه تشریفم سیاه میاره. پاچه خار میشی. سیاه دود پاشا. باش کاکاسیا. بهتره بریم سایر وسپیوچی. سیاه خیلی خوبه آجی. من با این ماشین خودم میرم. نگو که صاحبش همون واگوسی که رو صورتش کلی خالکوبی و تتو داره. آره دیگه خودشه. گندش بزنم. ببین من دنبال دردسر اضافی نیستم، فهمیدی؟ گوش کن سیمیان برای همین بهمون پول میده. فقط ما گردن کلفتا میتونیم بریم و اون وسایل رو پس بگیریم. بچه بازی که نیست. خدایا از دست تو. دارم راست میگم دیگه. آخه کدوم بیمغزی میاد زیر برگای سیمیان رو امضا میکنه و ازش قسطی وسیله میخره. همین دیروز 20,000 تا برای موتور داد. 20,000 تا؟ ای با وای یه 3,000 تا. لش کردم. سیمیان حسابی تیغش زده پس. برای ببخشید. جور کردن سرمایه اولیه کار اصلی ما. خیلی خب مرد ببین یواشکی میریم و میایم. بابا توف این بازی. باشه سعی میکنم داداش، ولی من از اون دیوونه های درد سرساز حریصی هستم که به بقیه از خوش شلیک میکنه. تو هم عاشقم. آره راست میگی. بعد جوری خرابتم سیاه. ولی خدایی این سیمیان آخر خنده است. وقتی سرشو بکنیم زیر خاک و دورشو بدوزیم اوه خیلی شت. پس قضیه خیلی دارکه. پول سیمیانو میخوام بالا یه بکشم. مدت برای یکی کار میکنی و بعد ازت میخواد که از خط قرمزا بگذری. موتور باید توی یکی از گاراژا باشه. فالو لامار. کندریک لامار بیا بالا. این یاره امشب یه چیزیش میشه. بذار من بزنمش. من میخوام بزنمش. چه مزخرفی بود من دیدم. کی داره حرف میزنه؟ آهنگای تتلو خیلی بد کپی رایت میزنه. برگام مثل لوده همین تتلو داشت میکن. هی گوش کن بیا آروم پیش بریم خب. اگه میخوای عروس ببری که آروم پیش بری. من تو زندگی قبلی وای خیلی بد کپی رایت میخوره آهنگای تتلو. ببین همه چی تحت کنترل داداش. آروم باش. آره خب. به نظرتون واگوها عادی بودن؟ اینجا زیادی مشکوکه. ما تو ساحل وسپوچی. البته تو جای ناجوری از وسپیوچی هستیم. اینجا خیلی فرق میکنه. هی وایسا. بکنم یکی از این گاراژ هست. نه اگه تو این یکی نیست پس باید تو اون یکی باشه. تو اینه دیگه. من دارم باز میکنم که مثلا ببینیم چی میگن دیگه. یعنی من که بازی رو اگه رفتم. تو این یکی نیست پس باید تو اون یکی باشه. بوده 99% کسایی که دارن ویدیو منو میبینن بازی رو رفتن. ولی من چون دوبله شده دارم بازی میکنم. مگه دیوونم میام داستان جی تی ای بزنم تو چنلم وقتی همه بازی کردم. اینم که خالیه. هیچ موتوری اینجا نیست مرد. آره انگار نیست. سلام آمیگو. سلام موشای مزاحم. دیدم دوستکی اومدین اینجا. جدا؟ خب اینم دیدی؟ ها؟ اوه پسر. لعنتی بچه اه. اینجا مزاحم داریم بیاید خوابم میاد. میکنی نزدیک بودیم وسط منم تیر بخورم. Man, stop being a pussy nigga and grab that heat. واقعا صدا خود لامار عالیه پسر. سنگر بگیر فرانک. دارم سنگر بخوا دارم. سمت چپ. ای بی اصلا این پدر اسکولا ببینم. میدونن ما برای چی اومدیم؟ زدی رفیقش رو کشتی شاید به خاطر همین اومدن. این یارو کنار مخزن گیر داده به من. به مخزن شلیک کن. منم بیاد زود باش. لعنتی بچه معناشون اومدن. اون بالا از سمت را. اون بالا بزنش سیاه. زود باش پارش کن. همین. اوه شت.
ببند و قدم شدی کن زود باش. بام حالا پیش به سوی موتور. آره داداش به زور. الان یارویی که با موتور میاد بعد یه ساعت بیافتیم دنبالش، ولی الان اینجوری که بیاد ما میزنیمش به همین سادگی که دیگه یه ساعت دنبالش نیافتیم دیگه. خیلی خواب مواظب باش. باشه داشت حواسم حسین دهنمون سرویس میشه اگه من آخر سر این بازی کپی رایت نخوردم. واقعا خیلی دوبلاژ عالیه، یعنی هر NPC که حرف میزنه فارسی حرف میزنه، خیلی خوبه. از یادی برگام این از حتی زن مرد، حتی پیرمرد پیرزن چاق لاغر، هر کی حرف میزنه، هر NPC که تو این بازیه فارسی حرف میزنه. واقعا خیلی خوبه، جدی خیلی دوبلاژ خوبیه. او لعنتی باشه دستمو داغ کردم تا عمر دارم دیگه باید بیرون نیام سیاه. تو مخ تاب داره، آخرش به کشتنمون میدی. آره به خاطر رنگ سرخ پوستیمه. شانس آوردی که تا الان نگرفتم پوست سرتو قرفتی بکنم. ما نمیتونیم دارایی یه آدم مرده رو بدوزیم آقای عقل کل، بفهم. آره؟ خیلی خواب بابا نخواستیم، اصلا خودم برش میدارم. به سیمیانم بگو اصلا پسش نگرفت. بله خودت برو بهش بگو، مگه من نوکرتم؟ آخ پاهم درد میکنه، فوتبال بودم هیکلم درد میکنه. کندینیو یه ماشینم از خونه مایکل بدوزیم دیگه، میریم سراغ چیز، میریم سراغ یه خدافزی دیگه، چون پارت اول در اومد دیگه. امیدوارم دوست داشته بودید پارت بود، دوست داشته باشید پارت اولش. از من خوشت نمیاد چون فکر میکنی من عربم. دیوونه است این سیمیونه. اون پسر من استادشم. اسکوله. خیلی بهت افتخار میکنم. منظورت از استاد چیه؟ نگران اون نباش. باشه خب برام چی داری؟ جیمز دسانتا پرداختش خیلی دیر شده، منم خیلی نگرانم که نکنه بره اینقدر به ماشین آسیب بزنه که وقتی پسش میگیریم لگن شده باشه و دیگه به دردمون نخوره. چیزا میگه پسر مایکل میگه وقتی ماشین رو دیده، نه ماشین رو که خریده پولو نداده. تو اوکلیپس ماشینش هم SUVه. پسر خیلی بچه ننه است، نمیخواد نگرانش باشی. موفق باشی، سعی کن صحیح و سالم برگردونیش. حواسم هست، نگران نباش. از دیدنت خوشحال شدم. فقط مراقب خود باش که خود صحیح سالم بمونی تا تعیین مرحله. صحبت سر قیمتش بود داره. بزنیم آهنگ رپ الان چی داره میکنه. اوه 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 باشه الان کپی رایت میخوریم. shit. There you go again. چی شد؟ نظرت عوض شد؟ وقتی فهمیدم بهم خیانت کردی. اوه فهمید موتورو. شنیدم موتورو برای خودت برداشتی. کارمند نمونه من. گوش کن مرد، من و لامان می‌خواستیم موتور رو برگردونیم. اوه بله حتما. وقتی اون ماشین از اون بچه ننه گرفتی با هم صحبت میکنیم. برگه بیمه میگه گاراژشون قفله، پس باید از داخل خونه به ماشین برسی. کارات اصلا آسون نیست سیمیان. از آسون بودن حرف نزن آقای توست. دوزیم دیگه داداش، وقتی دارم میام یه مثلا میخواست چیز کنه، تحقیر کنه که تو دوزی. واقعا دوزیم دیگه وقتی داریم میریم الان ماشین بدوزیم. واقعا الان دوزیم. دیگه این دوزی نیست، پس این چیه؟ که به من بگه این چیه؟
واقعا عجب اوضاعی شد. کسی که صدامو نمیشنوه که آروم برم. شاید میشنوه. نه پایین نیافتی دیگه. از اتاقم برو بیرون دیگه، ضعیفه. ضعیفه. دهنتو ببند بی تربیت. بابا بهت گفتم بس کن. خستم. جیمی بهم گفت ضعیفه. برو. واردون بازه. خب کاور بدین دیگه، چقدر آخه نوبید شما. اوه خدای من، داداشم واقعا آدم بی شخصیتی. شعوره بی شعوره. ممنون مربی. این از ماشین ایزی. یا کی اندگی آخه؟ ببینیم بابا. این ماشین پسرمونه. ای سیمیان، ماشینو گرفتم من، دارم برمیگردم. اگه زود برسونیش تا شب نشده آبش میکنم. بهم نشون بده که برای چی کارمند نمونه ماه شدی. به خاطر دزدی مایکل بلند شد. یه 9 میلیمتری نیمه خودکار روی شقیقته. بر نگرد. ببرم همون جایی که میرفتی. بی خیال مرد، خریدار قرارداد زیر پاش گذاشته و منم دارم برش میگردم. غیر ممکنه. پسرم تازه ماشینو گرفته. با حرفایی هم که میزنی مطمئنم رئیست کلاهبرداره. کلاهبردار؟ بی خیال، من فقط این کارمند معمولی ام. از بچه‌هایی که فقط دستوراتو اجرا میکنن خوشم میاد. شاید بعدم با هم یه نوشیدنی خوردیم و قوانین زندگی رو بهت یاد دادم. کی فرستادم؟ یه دلال ماشین به اسم سیمیان یتریان. اینم چه آدم یه فروشیه. داستانی بین اون و پسر لعنتی. نگران نباش، من و آقای یتریان خودمون حلش میکنیم. اینجاست؟ آره همینجاست. با ماشین میری توی شیشه مغازه سریع، وگرنه 2 تا گوله حرومت میکنم و میرم. داری شوخی میکنی دیگه نه؟ به قیافم میخوره شوخی کنم؟ لعنتی، من با این کار زندگی میره رو هوا. هنوزم یه اسلحه رو سرته. لعنتی. فرانکلین، داری چه غلطی میکنی؟ آقای سیمیان، اونطور که به نظر میرسه نیست. کارتو خوب انجام دادی پسر. حالا برو. ای مرد کثافت. بزن. مردک دیوونه. با چه مرگته؟ این ماشین رو میشناسی؟ ها؟ به نظرت مای 5000 تا میارزه؟ نجات پرست لعنتی. بذار بده چیزی بگم. برای اینکه مای 5000 تا بیارزه باید حسابکاری خوب ببریش. قیمتو قبول کرد، امضاشو دارم. آره؟ توافق کرد که یکی دزدکی بیاد توی خونم؟ من نمیتونم. شاید اون بچه احمق باشه، ولی تو هم یک کلاهبردار کثافت لجنی. کاری نکن دوباره برگردم. اوکی، این باشه از پارت اول بازی و بمونه دیگه تا انشالله اگه حمایت کردید میریم سراغ پارت دوم بازی. امیدوارم ویدیو لذت برده باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. حتما